کسی پرسید از آن پیر عرفان که دارم مشکل گوی معنی آن، چرا جوع را به هر کس می ستایی؟ گرسنه دوست را چی سیر نمایی؟ بگفتش بایزید گویم بکن گوش، به مضمون کلامم صرف کن هوش. یک شخص آمد که بایزید بستامی مردم ترغیب دارد، تشویق دارد که ای مردم روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه گیرین، روزهای 13 و 14 و 15 هر ماه روزه گیرین، ماه مبارک رمضان روزه گیرین که این سنت از سنت های پیغمبرمان هست، گیرید بسیارتر روزدار گردید. یکی از شاگردانش گفت ای حضرت، گفت چرا جوع را به هر کس می ستایی؟ چی اینقدر تو روزه را صفت میکنی؟ چی اینقدر بنده های خدا را به گرسنگی فقط دعوت میکنی؟ آیا این گرسنگی در پیشگاه خدا چی سیر دارد؟ سیرش برای من بیان کن. بگفتش بایزید گویم بکن گوش، به مضمون کلامم صرف کن هوش. گفت خدا خیرت دهد. گفت سوالی خوب دادی، برای چی من مردم به روزه دعوت میکنم؟ برای چی مردم دائم میگویم اکثر وقت روزه دار باشین؟ یا محبوب ترین روزه حضرت داوود است. گفت پیغمبر یک روز روزه میگرفت یک روز میخورد، یک روز روزه میگرفت یک روز میخورد، مثل داوود روزه گیره. حضرت گفتن اکن جواب مرا گوش کنین. گفتن که جواب برای چی من شما را اینقدر به گرسنگی به روزه داشتن دعوت میکنم؟ سببش در چیست؟ اگر یک دم گرسنه بودی فرعون، نکردی دعوا آن بدبخت بیعون. بینین اگر یک دم گرسنه بودی فرعون، نکردی دعوا آن بدبخت بیعون. زی سهری بود آن طغیان جهلش، نکرد پندی شیرینی موسی اهلش. گرسنه گر بماندی تو بجای، نکردی هیچ دعوای خدای. بود اجزای دوزخ نفس سرکش، عنانش در ریاضت سخت‌تر کش. حضرت چی گفت؟ گفت برای چی من شما را به روزه دعوت میکنم؟ به خاطر که اگر همون فرعون اگر یک لحظه گرسنه میماند، اگر یک روز روزه میگرفت، او هیچ وقت دعوای خدایی نمیکرد، هیچ وقت دعوای سرکشی نمیکرد، هیچ وقت با پروردگارش قهری نمیکرد. زی سیری بود آن طغیان جهلش، نکرد پندی شیرین موسی اهلش. همون طغیانگری او، همون دعوای خدایی او به چی بود؟ به خاطر سیریش بود، به خاطر که بار روزه نگرفت، به خاطر که بار مشکلات گرسنگی نکشید، به این خاطر او دعوای خدایی کرد. روزه گفت انسان با انصاف میکند، انسان خاکسار میکند، انسان گویم که نقشه هاش میشکند، انسان کبرش قطع مبارزه میبرد. این روزه داروی هست که همه این میکروبا را از جسم آدم دور میکند. شما تماشا کنین هارون برای چی زکات نداد؟ برای چی؟ به خاطر که اونها سیر بودند، اونا سیر بودند، اونا پوشیده بودند، اونا ذره کمبود نداشتند، اونا ذره توجه به ماه رمضان نداشتند. همون طغیانی و سرکشی و هم به خاطر چی بود؟ به خاطر سیریش بود. ولی در اصل برادر عزیز و گرامی، این جای حقیقت بها دادن است. ما همه انسان در نظر نداریم، از بنده های خدایی که ثروت دارن، مال دارن، در برابرش با رحم دلن کمک میکنن.
لیکن اکثریت انسان‌هایی که سیرند و شرایط‌های خوب دارند در حال سرکش می‌شوند، در حال ناپسند می‌شوند، در حال گفت همین عرفیت مردم ما و شما پوف پوفی بنده خاکی میگویند. همونا از سیری است، از مستی است. در بعض گفت و شنید ما میگویم که میبینیم که بسیار کلان گپ میزند، در حال میگه چی تو مستی سیری چی تو؟ همین سخن حتی استفاده میبریم، تو مستی چی سیری پوری. ببین یعنی مقصد همین گپی بلندی تو از سیری توست، از بیرحمی و بیشفقتی توست. برای چی شداد مبارزه برد و خدا ایمان نیاورد؟ برای ملک داشت، برای شرایط خوب داشت. برای چی نمرود با ابراهیم جنگ اعلان کرد؟ برای سیر بود، برای پر بود، برای همه شرایطش میرسید. برای چی ابو لهب و ابو جهل ایمان نیاوردند؟ به خاطری که اینا میری شهر بودند، به خاطری که اینا همه ملک در دستشون بود، اینا سیر بودند. حضرت بایزید بسطامی میگوید آخر همه چیز از سیری سر میزند، همه بدبختی ها از سر سیری میشود. یک روز اگر برنامه اخبار را تماشا کرده باشه، جناب عالم در نرسیدن گندم چی گفت؟ گفت برای چی زمین ها تان گندم نکردین؟ دهن ها تان گفت بوی نان گرفت. ببینید یعنی سیر شدین. این آدم که سیر شد دیگه حتی زراعت هم نمیکنه، سیر شد حتی تن به کارم نمیته دیگه، او سیر شد از دیگه. برای چی این اخبارها را گوش میکنه؟ مایکل جکسون یک سراینده مشهور دنیا گوید. برای چی گویم دستی به بچه بازی زد؟ برای سیر است. دیگر هیچ کمبود نداره، آخر هیچ کمبود نداره. عملیات های مخصوص از خودش در تمام دنیا دچه ها مخصوص پول بسیار، دستی به بچه بازی زد، کودکان را استفاده بود. برای چی این تایسونی که مثال گویم بکسیاری مشهوری روی دنیا، برای چی این دخترکای خورد خورده استفاده بود؟ ایروی سیری شده، ایروی مستی شده. حضرت بایزید گفت من بیهوده شما را به روزه دعوت ندارم که این نفس های شما را میشکند، نفس های شما را از وسواس شیطان باز میدارد. رسول اکرم میگوید این شیطان یجری من ابن آدم مجری الدم فضیقوا مجراه بالجوع. بین حبیب خدا میگوید شیطان در رگهای خونگرد شما بسیار حرکت میکند. همون شیطان در رگهای خونگرد است، آدم وسواس میکند. حبیب خدا گفتن که فضیقوا مجراه، پیش راهش لمبه بزنین. ببینید پیش راهش لمبه مانین، مقصد پیش راهش بگیرین، پیش راهش نمانین که وای در تمام خون شما حرکت کند. گفتن ای حبیب خدا چگونه حرکت کنید؟ چگونه پیش راهی او را لمبه زنیم؟ بالجوع. حبیب خدا گفت روزه گیرین، روزه بگیرین، گرسنه گردین، شیطان حرکتش در خون شما سست میشود، ضعیف میشود. ببینیم برجوع است و گرسنگی است. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج فان لم یستطع فعلیکم بالصوم فانه له وجاء. این روایت بخاری است. ای جوانها زن گیرین اگر قوت دارید، زیرا اینکه زنگیری شما را از دختربازی، از زناکاری، از تماشا کردن دخترها باز می‌دارد. پیغمبر گفت بس اگر گفت قوت زنگیری ندارین روزه بگیرین. ببینین روزه بگیرین، زیرا اینکه روزه شهوت شما را میشکند. این روزه شهوت میشکند، روزه پیش راه شیطان میگیرد، ریاضت نفس است. پس سخن بایزید معنا داشته است. حضرت گفت سخن ما گوش کن. حضرت گفتن با مضمون کلامم صرف کن هوش تا طرف کلام من بگیر، انشاءالله تو میفهمی. خدا خواهد انشاءالله آینده این موضوع را جمعه آینده خدا خواهد من برای شما دوام میدهم. این یک ساعتی که از ما و شما الحال سپری شد، ساعت نور، ساعت خیر، ساعت فیض، ساعتی که
شما این ساعتها را در جنت حسرت چه میخورین؟ جنت در حسرت میخورین که ای کاش که پروردگار این موعظه ها 2 ساعت میشد، این موعظه ها 3 ساعت میشد، تا که در هر ساعت این درجات بنده را خدا در جنت بلند میکند. به این جنت که همه شرایط آماده است برای ساعت موعظه در اونجا حسرت بخوریم. خداوند این ساعت از ما قبول بگرداند و با این ثواب و با این ساعت پرفیض و پرنور درجات این جمعیت ما را خدا در جنتش بلند گرداند. آمین یا رب العالمین.